امروزها میبینیم که اگر کسی با ما بدرفتاری کند یا دشنام و حقارت‌های فحش گوید، در جواب او ما نیز مثل او رفتار کرده بدی را با بدی جواب میدهیم. ما هم بدرفتاری کرده دشنام و حقارت‌های فحش میگوییم. چون که از کلان سالانمان خیلی کم دیده ایم و شاید هم ندیده باشیم که بدی را با نیکی جواب داده باشند. ما آنها را دیده از آنها رنج گرفته ایم. واقعا اگر آنها بدی را با نیکی جواب میدادند، امروزها ما نیز بدی را با نیکی جواب میدادیم و از آنها رنج میگرفتیم و این کار برای ما آسان میشد. واقعا انسانی که باری هم کسی را ندیده باشد که بدی را با نیکی جواب میدهد، چگونه این کار برایش آسان شود؟ برادران و خواهران عزیز، به همین خاطر بیایید برای نسل بعدی نمونه عبرت باشیم، رفتار نیکو داشته باشیم و بدی را با نیکی جواب بدهیم تا این کار برای نسل بعدی آسان شود و نسل جوان که آینده جامعه می باشد به صلاح آیند و انسانهای خوب و صالح شوند. بدی را با نیکی جواب دادن از خصلت‌های پیامبران الله است. آنها به هنگام دعوت و تبلیغ دین الله از طرف مردم آزار و اذیت‌های می‌دیدند، ولی هرگز بدی آنها را با بدی جواب نمی‌دادند، بلکه صبر کرده بدی را با نیکی جواب می‌دادند که در نتیجه مردم را اصلاح می‌کردند. پس وقتی که به شما بدی کردند، بدی آنها را با نیکی جواب بدهید، چون که بدی را با نیکی جواب دادن و رفتار نیکو کردن هر دشمنی را به دوستی و هر بدی را به نیکی تبدیل می دهد. الله رب العالمین می فرماید: ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بینک و بینه عداوة كأنه ولی حمیم. یعنی و هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، همیشه بدی را با نیکوترین شیوه پاسخ بده. پس ناگاه میبینی همان کس که میان تو و میان او دشمنی است گویی دوستی صمیمیت است. یعنی وقتی در جواب بدی نیکی میکنی و بدی را با نیکی جواب میدهی، این کار تو دشمنی را به دوستی و بدی را به نیکی تبدیل میدهد. برادران و خواهران عزیز، ببینید که قرآن چگونه مردم را اصلاح می کند. پس از این کتاب آسمانی پند بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.